چرا محمد رضا شاه یک ایرانی نبود؟ محمد رضا شاه 7 ساله بود که به سوئیس رفت. وقتی که در 20 سالگی به ایران بازگشت، یک ایرانی بود اما با فرهنگ بیگانه از مردم ایران. شاه یک سوئیسی شده بود. راه رفتنش، نگاه کردنش و حتی دست دادنش. کسی صدای بلند شاه را هرگز نشنید. او آرام و با وقار حرف میزد. او سواد داشت و میخواست همه با سواد شوند. او بهداشت را دوست داشت و سپاه بهداشت را به روستاها فرستاد. شاه کشتیگیر نبود، تنیس بازی می کرد. زورخانه نمی رفت، اسکی می کرد. شاه دروغگو نبود، شاه کلاهبردار هم نبود. او حتی وقتی که از ایران رفت به کسی توهین هم نکرد. سوئیسی ها اهانت نمی کنند، آرام از کنار هم می گذرند. شاه با وقار رفت. شاه یک صفای دیگر هم یاد گرفته بود. او قدرشناس بود. از کوروش می گفت